به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور گرانقدر شما مهندسین و دوستان عزیزم. امروز میخوام که پکیج آموزش جامع اتوکد رو خدمتتون معرفی کنم و توضیح بدم که این پکیج چه تفاوتی با دیگر پکیج های آموزشی و یا فیلم های آموزشی اتوکد داره. دوستان عزیز، پکیج آموزش جامع اتوکد شامل 4 تا دیویدیه که 2 تا دیویدی اون مربوط به اتوکد 2 بعدیه که در دیویدی شماره 1 براتون تعداد جلسات و فیلم های آموزشی که تدریس کردم رو براتون قرار دادم و در دیویدی شماره 2 اون در حقیقت پلان ها، نرم افزارها و آیین‌نامه هایی که تدریس کردم و مواردی که تدریس اون در اتوکد 2 بعدی انجام شده رو براتون به صورت کامل در این دیویدی قرار دادم که با هم دیگه داخل این دیویدی ها هم خواهیم دید. و 2 تا دیویدی بعدی مربوط به اتوکد 3 بعدیه که در دیویدی شماره 1 اون تعداد جلسات و فیلم های آموزشی که براتون تدریس کردم رو قرار دادم و در دیویدی شماره 2 اون در حقیقت متریال ها، تکسچر ها و هر آنچه که مورد نیاز شما هست در اتوکد 3 بعدی و تدریس اون رو انجام دادم برای شما دوستان عزیزم قرار دادم. خب با هم دیگه میریم داخل این دیویدی ها رو بررسی میکنیم. اتوکد 2 بعدی گفتم که 2 تا دیویدی داره. دیویدی شماره 1 در پوشه لرنینگ تعداد جلسات و فیلم هایی که من براتون تدریس رو انجام دادم. حدوداً 28 جلسه فیلم براتون قرار داره که هر کدوم از این فیلم ها حدود 1 ساعت، حالا ممکنه کم هم بیشتر بشه اما سعی کردم که حدوداً 1 ساعت باشن که فیلم ها خسته کننده نباشن. مثلا جلسه 11 من باز کنم براتون. ببینین جلسه 11 مثلا الان دارم یه سری کتاب ها رو معرفی میکنم، دارم راجع به مثلا قوانین کتاب های مقررات ملی ساختمان صحبت میکنم. دوستان یکی از تفاوت های خیلی مهمی که این پکیج داره به نظر من با دیگر پکیج هایی که من دیدم، خب من هم مهندسی عمران خوندم و هم مهندسی معماری خوندم و همینی که به اندازه کافی در پروژه های مختلف و پروژه اجرایی حضور داشتم و همه اون نکات اجرایی رو در حین ترسیم برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. توی سایت مقررات ملی رفتم که کتب مقررات ملی رو براتون باز کردم، اونایی که مورد نیاز بوده رو توضیح دادم براتون. ببینید اینجا مثلا ببینید نشریه 256 این دارم توضیحش میدم. مثلا حالا میرم جلسه 13 رو مثلا باز میکنم. ببینید جلسه 13 مثلا پلان موقعیت رو اینجا دارم ترسیم میکنم. اگر من پلان موقعیت رو ترسیم میکنم، گزینه ها و موارد اجرایی رو که باید یاد بگیره اونا هم تو این پکیج خدمتتون عرض کردم. نگاه کنیم مثلا اینجا قوانین پارکینگ رو دارم میگم. ببینین اینا رو هم قوانینش رو میگم هم شروع میکنم به ترسیمش. حتی وارد گوگل میشم، عکسایی رو نشون میدم. نگاه کنین مثلا کروم بندی رو اینجا دارم میگم، عکسای کروم بندی رو اینجا میارم برای دوستانی که احیانا کار اجرایی نکردن، سر ساختمون نرفتن. جلسه مثلا 22 دارم دیتیل های سازه رو میکشم. نگاه کنین دوستان، دیتیل های مختلف سازه رو توضیح میدم، پلان فونداسیون، تیریزی، آکسبندی، تیر ستون، همه رو من اینجا و توی این 10 ساله که من دارم تدریس میکنم همیشه دیدم دوستان بچه‌ها از برش مشکل دارن. یه سری جلسات اختصاصی قرار دادم برای برش و نما. علاوه بر اینی که من برش و نما رو توی اون 23 جلسه خدمت دوستان عزیزم عرض کردم. علاوه بر این باز یکی دیگه از تفاوت‌های این پکیج برای بچه‌های رشته برقی یا دوستانی که میخوان ترسیم نقشه تاسیسات برقی رو یاد بگیرن، من اینها رو آموزشش رو گذاشتم. نگاه کنین
و توصیه هم میکنم که دوستان عزیز اتوکد رو یاد میگیریم کامل یاد بگیریم که بتونین درآمدزایی داشته باشین. اینجا هم مبحث مثلا دارم 15 مقررات ملی ساختمان رو معرفی میکنم برای دوستان. ببینین نحوه ترسیم مثلا این پلان ها رو اینا رو با هم ترسیمش رو یاد میگیریم. رشته مکانیک هم همینطور. قطعات صنعتی رو ببینین این اصلا اختصاص داره به اتوکد مکانیک. اون 2 جلسه رو گذاشتم. اینا کتابای بچه‌های مهندسی مکانیک. یه سری قطعات صنعتی رو من توی اتوکد اینجا براتون کشیدم. نکنین دارم ترسیمش میکنم. خب یک جلسه دیگه هم من اختصاص دادم به مهندسی مکانیک و اینجا ترسیم نقشه‌های گازرسانی و نقشه‌های ایزومتریکه. در ابتدا توضیح دادم که اصلا ایزومتریک چیه. خب اینا نمیخوام دیگه سرتون رو درد بیارم. اینا همه میشه اتوکد فیلم‌های آموزشی اتوکد 2 بعدی. توی دیویدی شماره 2 براتون یه سری فایل‌ها رو قرار دادم. مثلا اینجا آبجکت‌ها و دیتیل‌ها رو قرار دادم و همه اینها رو میتونین اینجا شما داشته باشین. به من الان انتخاب میکنم، یه کلیک راست میگیرم، پراپرتیز، حدود 20,000 تا آبجکت و دیتیل براتون گذاشتم. PDF ها رو گذاشتم. مثلا هر PDF من تدریس کردم، مثلا به فرض مثال اینجا مثلا ضوابط استاندارد رو من اینجا تدریس کردم، PDF شو کامل براتون اینجا با کیفیت عالی گذاشتم. دوباره یادم براتون پلان گذاشتم. ببین دوستان این حدود 20 خورده هزار تا که من اینجا گفتم این دیتیل و آبجکت و اینجا پلان ها هستن. من پلان رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، حدود 1000 تا براتون پلان گذاشت. دوستان عزیزم یکی دیگه از تفاوت های مهم پکیج، اینجا براتون یه برنامه گذاشتم. اگه مشکلی داشتین پکیج رو بعد از اینی که خریداری کردین، اینجا این برنامه رو براتون گذاشتم. باز میکنین، یه دونه کده، این کد رو برای من میخونین، من بس میشم به کامپیوتر شما و مشکل شما رو برطرف میکنم. اینه که بعد از اینی که این پکیج رو تهیه کردین من تنهاتون نمیذارم و هر سوالی داشتین بهتون توضیح دادم توی جلسه اول. حالا نمیخوام الان بذارمش. جلسه اول توضیح براتون دادم که دقیقاً باید چیکار کنین. فیلم‌ها رو برام میفرستین، سوالاتون رو میپرسین. اصلا با شما کلا من در ارتباط هستم و مشکلی نخواهید داشت. خب بریم سراغ اتوکد 3 بعدی. اتوکد 3 بعدی هم اینجا به این صورت 2 تا دیویدی داره. توی اتوکد 3 بعدی ما اینجا 16 جلسه داریم که البته بعضی جلسات مثلا تعداد اونها یه مقدار بیشتر شده. خب شون از 1 ساعت منظورم اینه بیشتر شده. اتوکد 3 بعدی رو یکی دیگه از تفاوت‌های این پکیج اینه که به نظر من مدرس میبایستی ترسیم کنه که 3D Max رو تدریس کرده باشه. من 10 ساله دارم 3D Max و ویری رو درس میدم. خب حالا مثلا من جلسه یکیشو باز میکنم براتون. ببینین این اتوکد 3 بعدیه. اتوکد 3 بعدیه که شروع کردم از ابتدا. یه سری مثلا گزینه‌های سالید و سرفیس و اینا رو توضیح دادم براتون. ناکنین مثلا جلسه 9 رو من بیارم اینجا، ناکن کل یک ساختمون رو براتون شبیه سازی کردم. دوستان ناکنین خیلی راحت این ساختمون رو میبینین اینجا. من اینو کامل براتون کشیدم، متریالش، نورپردازیش، دوربین، همه رو به صورت کامل براتون توضیح دادم. پس این پکیجی نیست که صرفا منوها و گزینه‌ها رو توضیح داده باشه. ناکنین ساخت متریال رو بهتون گفتم، کامل متریال رو میتونین استفاده کنین. من اینا رو جلو میزنم که حوصلتون سر نره. جلسه بعدیشو من بیارم دوباره ناکنم این ساختمون رو میخوایم نورپردازی کنیم، ساخت متریال، تغییر متریال، همه گزینه‌ها. اصلا این سری گزینه‌ها وجود داره که توی ورژن های قدیمی اتوکد وجود نداشت. یعنی دوستان توجه داشته باشید اتوکد 3 بعدی واقعا مقدمه بسیار عالیه برای نرم افزار 3D Max و اگه اینو خوب یاد بگیرین خیلی کارا میتونین بکنین. جلسه 16 هم آخرین جلسه. ببینین شما مثلا آشنا دارم میکنم با سری موارد که اصلا اینا توی ورژن های گذشته اصلا وجود نداشت. اینو هم میبندم. خب دیویدی 2 رو میبینیم. دیویدی 2 اتوکد 3 بعدی دیتیل و آبجکت های 3 بعدی رو براتون اینجا قرار دادم و اینها نورهای IES رو براتون قرار دادم چون که من نورپردازی، نورهای تزئینی
و نورهایی که برای زیبایی به کار میرن توی اتوکد رو به صورت کامل تدریس کردم، دقیقا مانند 3D Max. فایلاشو اینجا براتون قرار دادم، از فایل‌های AESش میتونید استفاده کنید. پلان ها دوباره علاوه بر اون پلان هایی که توی اتوکد 2 بعدی قرار داشت، اینجا من پراپرتیز میگیرم، حدود 3000 تومان پلان دیگه هم جداگونه براتون اینجا قرار دادم و تعداد بسیار زیادی تکسچر و متریال رو براتون قرار دادم که میتونین ازش استفاده کنید.